یکی از بدبختی‌های دیگر این است که امروز ما اگر برگردیم به سال 2000 و 2001 وقتی که امارت اول شکست خورد و آمریکایی‌ها و مزدورانشان آمدن افغانستان رو گرفتن و اشغال کردن و تعداد اندکی که از طالبای مخلص مانده بودن شاید به 1000 نفر هم نمی رسیدن. بقیه یا رها کردن یا رفتن تسلیم شدن یا شهید شدن یا دستگیر شدن به هر شکل. از بزرگانی که شاید به 1000 نفر هم نمی رسیدن و اینها توانستن خودشون رو به بعضی از مناطق کوهستانی بکشن و این سخنانی که من دارم میگم این رو یعنی بزرگان طالبان میدانن و دیدن و شاهدش هستن. البته این جوانایی که امروز مثلا به سن 25 سالگی و 30 سالگی هستن اینا در اون زمان کودکانی بودن که از این قضایا خبر ندارن. من در یک مجلس یکی از همین جوانکای اینا آمد خلاصه بسیار با شد و مد شروع کرد از انتقاد کردن که شما بعضی از حرفایی که میزنید و فلان میکنید و این میکنید این نشان دهنده این است که شما مخالف نظام اسلامی هستید. گفتم برو بچه، تو وقتی که داشتی شیر میخوردی ما در مورد جهاد، در مورد مبارزه با اشغالگران، در مورد مبارزه با مزدوران و منافقین ما برنامه زنده میرفتیم. به هر صورت بزرگان اینها میدانن که همین جوانان سلفی بودن، همین جوانان اهل حدیث بودن، همین جوانانی بودن که صاحب فکر و عقیده توحیدی بودن که اینها شماها را از کوههای هندوکش و از تورا بورا و از مناطقی که در اونجا پنهان بودین شما را راهنمایی کردن، جمع کردن، به مناطق امن رساندن، برای شما آب و مسکن و غذا و امکانات آماده کردن. همونا بودن که بیشترین قربانی ها را دادن در جهاد. همونا بودن که در زمانی که هیچ کس جرأت صحبت کردن بر علیه اشغالگران و بر علیه ناتو و بر علیه آمریکا را نداشت، اینها بودن که قربانی دادن. اینها بودن که در خط اول مبارزه کردن. اینا بودن که مردم رو تشویق کردن و همینایی بودن که در همون سالهای اول شهید شدن. استاد و برادر عزیزمون احمد ظاهر اسلمیار، استاد احمد جاوید، استاد یاسر و تعداد استاد حامد، قاری حامد بدخشانی و تعداد زیادی از جوانهایی که امروز خیلی از اونها رو نمیشناسن، نامهایشان رو شاید دیده باشن، کلیپاشون. اینا کسانی بودن که در روزهای اول در خط اول در مقابل آمریکایی‌ها شروع به جهاد کردن. اما امروز متاسفانه می‌بینیم که در امارت اسلامی 4 تا صوفی رقاصه بازنگر که مساجد را تبدیل به دیسکو کردن، 4 تا صوفی مشرک گمراه پیرپرست شاگردان پیر باره، اینها آمدن از زیر کولرها و از بالای بسترهای گرمشان از پیشاور و از جاهای مختلف از کویته و از اینجا جمع شدن آمدن و خیلی از اینا که امروز با ریش و عمامه بزرگ در کنار امارت اسلامی آمدن اینجا دم از امارت اسلامی و از طالب بودن میزنن. اینا در سایه همین حکومت کرزی و اشرف غنی در همینجا در ناز و نعمت زندگی میکردن. یک روز اینها در سنگر به خاطر اشغالگران رو از این کشور اخراج بکنن اینا جهاد نکردن، فقط دستشون دراز بود که مریدا بیان دست اینها رو ببوسن و یک چهار رو در دستشون بگذارن و غیر از رقاصگی هم چیز دیگری بلد نیستن. امروز میبینیم که متاسفانه اینها در مسند قدرت نشستن و اینها قدرت رو به دست گرفتن و اینها هر گونه ظلم و ستمی رو بر علیه موحدین و علمای ربانی انجام میدن و متاسفانه امارت اسلامی تعالی یعنی از روزی که کابل فتح شد تا امروز ما ندیدیم که با یکی از اینها برخورد جدی صورت گرفته باشه و این مصیبت است برای یک حکومت اسلامی که 4 تا صوفی رقاصه خرافی اینها امروز بیان ثمره جهاد، ثمره قربانی، ثمره جانفشانی جوانها و موحدین و علمای ربانی و علمای موحدی که در مقابل اشغالگران و در مقابل
منافقین ایستادن، اینها بیان جای اونها رو بگیرن و ثمره جهاد رو اینها به این شکل ضایع بکنن و الله سبحانه و تعالی بازخواست خواهد کرد. 4 سال گذشته، شاید کمتر یا بیشتر، تا هنوز از قاتلین مولوی متوکل رحمت الله علیه خبری نیست. چرا؟ با ما بارها گفتیم قاتلین مولوی متوکل کجاست؟ چرا اینها محاکمه نمیشن؟ چرا اونها اعدام نمیشن؟ چرا اونها علنا در پای میز محاکمه کشیده نمیشن؟ قاتلین مولانا مجیب الرحمن انصاری کی است؟ کجاست؟ و کلیپ های صوتی مسئول امنیت هرات رو من به گوش خودم شنیدم که میگه مولوی مجیب رو به یک شکلی بکشید، یک تصادف ساختگی چیزی بیرون شهر بزنید به یک شکلی بکشید. یعنی صوفیای رقاصه مشرک اینها یک دشمنی عجیبی دارن با اهل توحید، همونطوری که الله سبحانه و تعالی میفرماید لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. مشرکین و یهود دشمنی عجیبی با اهل توحید دارن. یعنی ببینید مولوی متوکل رحمت الله علیه رو میبرن، خب کشتی میزدی، یک گلوله میزدی میکشتی، میکشن، تیزاب روش میریزن، سرش رو از بدنش جدا میکنن، حتی بدنش رو سوراخ میکنن. آخه چرا؟ مگه مولوی متوکل با شما چی کرده بود؟ غیر از این که شما رو به توحید یکتاپرستی دعوت بکنه چیکار کرده بود در حق شما که یک آدم بی‌دفاع بی سلاح رو بریزید در خانهش و به اون شکل ببرید و شهیدش بکنید و تا امروز هیچ کس پاسخگو نیست؟ عدالت کجاست؟ امارت اسلامی کجاست؟ مسئولین امارت اسلامی کجا هستن؟ امیرالمومنین کجا هستن؟ چرا بازخواست نمی کنن؟ و هر شخصی، نه تنها یک عالم، یک بیگناهی، ولو این که یک ذمی باشد، یک کافر، یک یهودی، یک نصرانی که در سرزمین اسلامی زندگی می کند، اگر او کشته می شود، حکومت اسلامی پاسخگو است، مسئول است که باید جواب بدهد.